یه فخر نفروش، من ویلا دارم، ماشین دارم، پول نقد دارم. هر چقدر باشی عزیز ایام خارد میکنم. حواست نباشه، نخم به کسی. من دیدم دو تا اون تواس دادن، یکی اینجا واسطه کرکر خنده دارن، اینو مسخرش میکنن. نمیدونم چی به این داره میگذرم، اونم کرکر خنده. میگه گر لبی پر خنده داری با خود و با دیگران، عاقبت دست طبیعت اشکارت میکنن. حواست جمع، عاقبت دست طبیعت اشکارت میکنن. من آقایون واسه پاکون زیاد سینه خیز رفتم، زیاد سجده میکردم، زیاد میگه تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی هرگز نشوی گرگ بیابان حقیقت. داره حقیقت 10 تا من پس گردنم. من با 4 تا دارم زندگی میکنم. با این 4 تا هر کی زندگی بکنه به اون خدا وسوسه سراغش نمیاد. 4 تا چیه؟ 1 گوش کردم، 2 شک گفتم، 3 خدمت کردم، 4 صبر کردم. هر 4 تا به من جواب داد. هر 4 تا به اون خدا با اون 4 تا زندگی بکنی هیچ موقع وسوسه سراغتون. حالا 6 تا چیه؟ حالا موقع 6 تا رو دارم. 1 دروغ نمیگم، چرا هیچی نمیگن دشمن خداست، میگن دروغگو دشمن خدا. 2 تهمت نمیزنم. 3 غیبت نمیکنم. کسی غیبت کسی رو کنه حال خوبه خودش رو داده، حال بده اون رو گرفته. 4 چشمم پاک. 5 دوربینام خاموش، من صبح دوربینام رو خودم، به هیچ کاری ندارم. 6 قضاوت نمیکنم. یه نفر میتونه قضاوت بکنه، اونم خدا. تازه خدام پاریم به آقا چششو هم میذاره، رد میکنه. آقا ما مال قضاوت نیستیم. یعنی چی؟ نشینیم غیبت این و اون. درست نیست والا، درست نیست. آدم هر چیز روشان میمدم آقایون 3 چیز حالا ما رو خراب میکنه. حواستون جمع باشه. داریم ما تک و توشی داریم ما 3 تاست. بخل، کینه، حسادت. علت خصوص کینه کسی تو دل کسی باشه داشت مستجاب نمیشه. خدام توفیق دعا کردن بشنه.